میدونی خدا چجوری با تو حرف میزنه و کاراتو راه میندازه و برات کار میکنه؟ خدا اینطوریه که تو 100 تومن میبخشی، اون میلیون ها به تو برمیگردونه. برای که دعا میکنی اون هزاران نفر رو میفرسته برای تو دعا بکنه. مثل چی؟ مثل طبیعت. ببین اینجوری بهت بگم، تو یه دونه ذرت میکاری یه خوشه ذرت به تو میده، یه دونه گندم میکاری یه خوشه گندم به تو میده. یعنی تو یک کیسه گندم در مزرعه میریزی 10 تا کیسه گندم برمیگردونه. یعنی تو یه قدم به سمت خدا برمیداری، اون بودو با اشتیاق به سمت تو میاد که کاری برای تو انجام بده. کل این طبیعت درس به ما میده، ولی ما متوجه نیستیم که میگه واقعا با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. یعنی لحظه به لحظه گره بزنین خودتون با خداوند، لحظه به لحظه صداش بزنین اگر میخواین لحظه به لحظه شما رو سورپرایز کنه. این پست رو بفرست برای عزیزانت تا ارتباط خوبی با خدای خودشون داشته باشن و زیر این پست بنویس: خدایا شکرت برای حضورت.